این مصیبت ها مصیبت هایی که با یک آدم مثلا یک فرزندش نعوذ بالله یا یک پدر و مادرش یا یک خویشاوندانش از دنیا گذرد، این مصیبت است. لیکن این مصیبت ها مصیبت هایی هست که مردم با خبر شده آمده دل برداری میکنن. لیکن مصیبت های هست که اون از گفتنش هم به مردم گفته هم نمیشد که مردم آمده دل برداری کنن. مانند خیانت زن، انسان در داخلش میسوزد. بعضی ها مصیبت فقط این نمیفهمن، لیکن این مصیبت ها وزنی‌تر از اون مصیبت ها. این سخن ها رو میگویم تا اینکه هوشیار شوید برادران، علل خصوص آنهایی که از نزد همسر و دخترانتان در دوری زندگی میکنید، آنها در زیر نظارت شما نیستند، و این مسئله ها اهمیت دهید. بله.